برنامه نوبتی گیره هست تقدیم از تلویزیون تاجیکستان و موضوعی که ما امروز در برنامه مطرح خواهیم کرد این مداخله شخصانی سیوم در جدا شدن عائله ها می باشد. سلام نیسا جان. سلام سلیم جان. اومدید. تو رو از عطر گلشن آفریدم. تو رو از نور گلخن آفریدم. دلی من در سراغ یاری دل بود. تو رو بهر دلی من آفریدم. از دور بدیدم لبی پرخنده ای تو. آزاد بودم کنون شدم بنده ای تو. هر بنده که آزاد شود شاد شود. من شاد از آنم که شدم بنده ای تو. شاد روز مبارک. تشکر سلیم. لیلی و مجنون به خانه می رویم. بنیاد با اعتماد عائله را یکدیگر فهمی، محبت بین زن و شوهر، صمیمیت و باوری و اعتماد به یکدیگر به وجود می آورد. بیگمان این پایدیواری استوار است برای پابرجا نمودن عائله و بنیاد یک جامعه سالم. ولی متاسفانه در اکثر خانواده ها بین زنان و مردان محبت صمیمی، یکدیگر فهمی، فضای تنج و آسایشته عموما وجود ندارد و این است که سالهای آخر بنابر سببهای گوناگون بیشتر پراکنده شدن عائله های جوان به نظر می رسد. عائله و مناسبت‌های عائلوی در قرآن و سنت مقام و نقش خاص دارند. زیرا خداوند تعالی در نزد هم شوهر و هم عروس وظیفه‌ها، حقوق‌ها و عهده‌داری‌های خاصی گذاشته است که با رعایت کردن آن ما می‌توانیم یک عائله سالم برپا کنیم. پایداری عائله این از صبر است. هم مرد هم زن باید گذشت کنند. هر یک حادثه که در عائله میشه باید با صبر و تحمل این را باید چی کنند؟ حل کنند. هیچ وقت تو حق و تو ناحق نگویند. مرد باید کمی گذشت کنند، زن باید گذشت کنند. این از چی برمیخیزد؟ از آن برمیخیزد که اگر هم زن جوان هم مرد یک فراستی درست، یک فرهنگی درست، یک دانشی درست داشته باشند. اگر اینها نباشند جنجال و خرخشه و یک چیز ناچیز نگاه نکرده عائله پاش میخورند. صبر در عائله این چیزی اساسی است. در تمام دور زمان ها همین گذشتگان ما همه وقت میگفتند که صبر برای که صبر این بسیار میوه است که در عائله رول مهم میبازد. اگر ما صبر و تحمل نکنیم عائله هر روز پاش میخورند. عائله طرزی باید که بنیاد گردد و مناسبت های آن به طور تنظیم کرده شوند که در آن یکدیگر فهمی، مهر و محبت، وفاداری، صداقت، عدل و انصاف جای داشته باشند. ولی متاسفانه امروز عائله های هستند، یعنی دخالت شخصانی سیوم در آن عیان به نظر می رسد که این باعث تاسف است. چون جوانان امروزه عائله را با یک مهر و با یک صداقت و با یک احترام همدیگری بنیاد می کنند، ولی رفته دخالت شخصانی سیوم یا والدین باشد یا دیگر اعضایان عائله باشد و این وفاداری و مهر و صداقت آنها خلل وارد می سازند و این آورده می رساند به جدا شدن عائله. با گفته کارشناسان سبب‌های بیکارشوی نکاح‌ها بیشتری مورد در کشور ما در پست بودن سطح دانش طرف‌ها،
ҳурмат накардани волидайн ва мудохилаи шахсони сеюм будааст. ба гуфтаи ҳуқуқшиносон ва дигар коршиносон, қариб ҳамарӯза ба онҳо чунин занон муроҷиат мекунанд, ки дар хонаи шавҳарҳояшон мавриди фишору таҳқир қарор доранд ва ҳолатҳое ҳам мешавад, ки баъзе вақтҳо хушдоманҳо танҳо ба хотири камбағал будани тарафи арӯс ба таҳқири арӯси хонавода даст мезананд. زنک اینجا بیا. لبای مردک چی گفتی؟ گوش کن زنک جان، کلین یگان عیب ندارد. صد راه زندگی پسرت نشد. ای مردک، من در وقتش گفته بودم که بیا با یگان آدمی بای پول دار خدا شده. منم کلین های همسایه رو بین همه پولدار و مالدار. کلینی تو باشد چی ها؟ ای زنکی ساده، چند بار با تو گفتم که با دیگران حسد نبر. او یک بزرگ گفته است که اول عیب خود ببین بعد عیب دیگران. و نزدیکی با ما دختری مراجعت نمود. امین مسئله ویران شدن اویله 4 ماه یا که 5 ماه همگی با شوهرش زندگانی میکند و شوهر با مهاجرت مهنتی میرود. خوشدامن باشد الکی برای فشارآوری میکند که من کلین همسایه اینقدر چیز و چوره آورد در نزد همسایه، مثلا تو اینقدر چیز و چوره که لازم بود یا که دیگر کلین های همسایه آوردن شما اینقدر چیز و چوره نآوردید گفتن. همین قدر به دختر فشارآوری میکند که در نتیجه دختر همین خیلی میبروید دیگه، میگه من طاقت کردن نمیتونم با این فشارآوری و با این سخنان پست و بلندی خوشدامن. وقتی که ما خوشدامنش رو دعوت میکنیم میفهمونیم که مثلا سببی مثلا باعث خوشبختی نیست که اگر چیز چوره نیست، چون که دختر از حالت اجتماعی و حالت مادی دختر میگه من دیگر قدرت ندارم یا پدر و مادر من دیگر توانایی ندارن که از این بیشتر به من مثلا دیگر چیزو چوره کنن یا که من به خانه خوشدامن برم. اون چی که قدرتشون میرسید من همینه مثلا بردم به خانه خوشدامن، از این بیشتر من نمیتونم. خوشدامن باشد این رو قبول کردن نمیتواند که من میخواهم که مثل کلینای دیگر داشته باشم. من اینقدر مبلغ داده وای کردم رس وای در طرف خونه برای گذروندن توی استفاده بودم. من توی رو با چنین مبلغ گذروندم و لیکن کلی باشد حواس و ارمانی پسرم رو نشکست، یعنی که در همون صندوق یعنی که همون تجهیزات میبرد حتی یک بروک کاستوم با پسری من نآورد. من همین خیالات ها هم در حتی باعث ویران گردیدن اویله های جوان میگردد. متاسفانه با گفته کارشناسان ساحه در بیشتر مورد سبب جداشوی اویله ها نفران سیوم میگردند. در بعضی اویله ها بجز والدین شوهر نفران دیگر به مانند خواهر شوهر یا برادر شوهر نیز به زندگی جوانان نو اویله برپا نموده مداخله میکنند که این باعث به پراکنده شدن اویله آنها میگردد. دخالت شخصان سیوم به مرام حیاتی آن نفرانی که زن و شوهر هستند البته قابل قبول نیست، ولی این تقاضای حیات است. این چه گویم که آن شخصی دخالت کننده به خود حسابات نمیدهد که چی کار کرده ایستاده است، اندیشه از آن نمی کند که عائله را ویران کرده ایستاده است. یعنی هر یک شخص باید سر این مسئله اندیشه کند پیش از آنی که دخالت به زندگی این یا آن نفری کند. دخالت شخصان سیوم باز یک جهت منفی خود را در آن ظهور می کند که آدمانی که به زندگیشان خلل وارد می سازند به کسلی روحی دچار می گردند، یعنی سلامتی خود را بای می دهند. و طرف دیگری آن است که به فرزندان این عائله آسیب می رسد. یعنی شخصی دخالت کننده اندیشه از آن نمی کند که عائله را ویران و فرزندانی را پریشان و سرگردان می کند. هستند عائله‌هایی که برای مثال خوشدامن با پسرش شاید رشک کند، شاید او گمان کند که من کلینی نو آمد جای من میگیرد، دیگر اون عائله را تماما این مستملک میکند، یعنی که همه در زیر نظارت کلینی نو میشد. گفته شاید بعضی خوشدامن ها اینم به نظر گیرند و تیز حیات عائلوی فرزندانشان
چی کنند دخالت کنند که اونها رفته رفته عاقبت جدا شوند. امروز چنانه که تجربه نشان می‌دهد بیشتر زنان و دخترانی که به ما مراجعت میکنند سبب اساسی جدا شدن و ویران گردیدن اویله آنها بیشتر مثلا در بسیار حالت‌ها این دخالتی اعضایان اویله شوهر مثلا مادر عروس خواهران شوهر و دیگر اعضایان اویله شوهر میباشد. وقتی که اویله پوش میخورد پیش از همه مناسبتی بین دو اویله ویران میشود. بعضا حالت روانی دو جوان خیلی بد میگردد و ضربه سختی روانی میگیرند و اگر دارای فرزند باشند مشکلشان دوچند میشود که این حالت البته به پیشروی حیات اویلوی و جامعه ما ضرری زیاد دارد. اصلا در این نابسامانی ها و به هم نآمدن جفت های یک وقت خوشبخت بیشتر فرزندان آنها قربان می شوند. با گفته کارشناسان اکثر چنین کودکان بیشتری مورد از تربیت دور مانده دست به کارهای ناشایان می زنند. بعضا جوانان گمان میکنند که طلاق این یک لفظ است که در کمترین حالت بی‌صبری کرده یا بی‌طاقتی کرده این کلمه رو به زبان میارند. وقتی که لفظ طلاق صدا میدهد عرش عظیم به لرزه میدهد. با آن خاطری که یک اویله ویران شد، دو نفر از هم جدا شدند، فرزندان آنها به سرابان و به سرپناه ماندند. یعنی در خوردن و پوشیدن در تعلیم و تربیه آنها نقصان وارد شد. عادتا اویله هایی که چنین اویله هایی که از هم جدا میشوند فرزندانشان کامل به ویه نمیرسند. بعضا جنایتکار از آنها ایجاد می شود، زیرا از نظارت پدر محرومند، از لفظ شیرین مادر محرومند. حیات ثابت نموده است که اویله‌ای که رو به ویرانشوی دارد یا خود اویله‌ای که الکی پاش خورد و آن اعضایان کوچک اویله البته سرسان و سرگردان می مانند، از تعلیم و تربیه والدین خود دور می شوند و این به مبالغه به آن آورده می رساند که فرزند یا کوچگرد می شود یا اوباش می شود یا دوز می شود و امروز والدین ما را ضرور است که جهت در عمل تطبیق نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند درست اندیشه کنند. پیش از آنی که او فرزند خود را به کوچه می پرتویند باید که فکر کنند که عاقبت آینده این فرزند من چی می شود. حالتی شد که دختر صاحب 3 فرزند، شوهر در فدیتیراسیای روسیه در مهاجرت مهنتی و خوشدومان زنگ زده به شوهرش یعنی به پسرش میگه که من اویله تو در نبودن تو با دیگر مرها رابطه میکند، توسط تلفن صحبت میکند. در نتیجه شوهرم به گپهای مادر باور کرده اومده و به طریق مسلمانی 3 طلاق میکند که مثلا یک دخالت بی‌موقع یک تهمت خوشدومان باعث میشود که زن با 3 فرزند خود در کوچه میماند. از همه چیزی سخت‌ترین برای فرزند این بی پدر و بی مادر کلان شدن است. در حیات اگر پدر و مادر نباشد فرزند را هیچ کس تربیت درست کردن نمیتواند. مادر و پدر باید حقیقی باشند. وقتی که اویله پاش خورد این بچه بی سر و سامان می شود، در کوچه میماند، در تربیه دیگران میماند که آنها با او تربیه درست هیچ وقت نمیدهند. مهر پدر و مادری که نسبت به فرزند خود دارد یکان کس این مهر رو دادن نمیتواند به فرزند. و برای همین اگر بچه فرزند بعد جدا شوی اگر اویله در کوچه ماند او یا عباش میشد یا دوست میشد. کم هستند که یک فردی درست شود که برای جامعه در آینده خدمت کند. مناسبت سرد خوشدامن و دیگر خانواده شوهر با کلین‌ها، جنگ و جنجال‌های بین اعضایان خانواده، در بعضی حالت‌ها حتی طعنه و خبرکشی همسایه یک قسم زنها را مجبور می‌سازد که دست به خودکشی بزنند. در بعضی موردها شوهران عموما زن و فرزندانشان را فراموش می‌کنند و سبب پراکنده شدن اویله‌شان را نیز ابراز نمی‌کنند. زنی بیچاره باشد با 3-4 فرزند سرسان و سرگردان می‌ماند.
зеро аксарашон саводи кофӣ ё ин ки маълумоте надоранд то ин ки тавонанд фарзандонашонро нигоҳубин конанд. дар ҳамин замина калонсолонро мебояд ҳангоми нофаҳмӣ байни навҷавонон ба онҳо хушбахтии никоҳи тӯлонӣ ва ояндаи равшану тавлиди фарзандони солимро фаҳмонад, на ин ки бо гапҳои фитнаангез оилаи фарзандонашонро бо дасти худашон пароканда намоянд ё ин ки умуман келини хонаводаро ба ҳоле расонанд ки даст ба худкушӣ бизанад. дигар чора надорам. салимҷон маро бубахш. ту гуноҳе надорӣ. алвидо, алвидо, алвидо. нисо, 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 нисо. салимҷон, илтиҷо мекунам, маро бубахш. ту гуноҳе надорӣ. ман туро дӯст медорам. медонам ту ҳам маро дӯст медорӣ. хурсанд будем ки соҳиби фарзанд мешавему аз хандаву шӯхиҳои он ба завқ меоем ва аз тамошояш чашм намеканем. вале афсӯс ки ман ба орзуву ҳавасам нарасидам. пеши маро нимароҳ гирифт. коми гирдоби дарьё маро интизор аст. қисмат ҳамин будааст. кунҷи хомӯши абадиро ихтиёр кардам. ду ҷонро мебарам. алвидо. چی گپ شد؟ نیسو چی گپ شد زنک؟ چی گپ شد؟ نیسو با خودکشی دست میزد است. نیسو چیکار میکنیم ما؟ چیکار میکنیم؟ بهمش من گناهکار. بهمش من گناهکار. چون مادری دلسوز باره اندیشه نکردم. در دیدم رفته بود کی؟ از این رفتاری تو در این خاندان یگان بدبختی روی میدهد. من این رو حس کرده بودم. حس کرده بودم. نیسو 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 جان نیسو. این راه خلاصی نیست خودکشی. شاید اون شخص بدونه لذت حیات را نداند، قیمت حیات را نداند، قدر حیات را ندارد. این راه خلاصی نیست هیچ وقت با خودکشی کردن. برای همین خودکشی این یک چی میگویند یک تاریکی است برای هر یک انسان. از این راه تو خلاصی نمیجویی. برای این کوشش کنن که از این راههایی که خودکشی میکنن خودداری کنن، هیچ وقت به این راه نروند. شخصی سوم اونهایی که نیتی نیک دارند، چون در اویله مناسبت‌های اویلوی مستحکم نشدند و سر و صداها زیاد شد، از هر دو جانب باید حکم آورده شود. یعنی حکمان اینجا پدر و مادران، خویش و تباران یا داملای محله، شخصیتی که سخنی وی قابل قبول است، شخصیتی صاحب تجربه است، باید یک جا جمع شوند و با مصلحت ها، با نصیحت ها، با آوردن مثال ها همون اویله رو مراسا دهند. در همین حالت راهی حل مسئله پیدا می شود.
воқеан ободии ҳар оилаи тоҷик ободии давлату миллат аст. мутаассифона ҳамасола дар кишвар ҳазорон нафар бо андак бесабрӣ ё фишору шиканҷаи калонсолон оилавайрон мешаванд. пас калонсолон махсусан волидайнро зарур аст ки ба зиндагии келинҳояшон беҳуда мудохила насозанду сабаби оилавайронӣ ва дар баъзе ҳолатҳо то худкушӣ расонидани ҷавонон оварда нарасонанд. барпо намудани тӯю оилаи касе ва оилаи худро солиму дуруст сохтан ин орзуи ҳар як ҷавондухтар аст. аз ин рӯ волидайнро мебояд ки бо овардани як келин ба хонаи худ сафи як духтарашонро зиёд намоянд, на аз душманашонро.